با سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی و علاقمندان به مبحث کوچینگ ذهن و زندگی. در سلسله مطالبی که تاکنون خدمتتون رو عرض کردم گفتم که انسان یک موجودی است متشکل از 3 بعد: بعد روح، ذهن و جسم، که اینها هر کدام با مناسبت‌های خاصی با همدیگه در ارتباط هستند و تا زمانی که انسان زنده هست این 3 تا با همدیگه مرتبط هستند. یعنی زندگی در سطح هوشیاری کامل زمانی صورت میگیره که این 3 تا در وضعیت ارتباطی مناسب و متناسبی با همدیگه باشن. نکته ای که عرض کردم خدمتتون این بود که ذهن ما با همراهی عملکرد ما یا همون زندگی ما یا به عبارتی فیزیک ما میان دست به یک سری تعاملاتی میزنن که در خدمت روح ما و تعالی روح ما قرار بگیرن، به روح ما کمک کنند که روح ما به اهداف و مقاصد عالیه خودش برسه. بنابراین هدف این مجموعه، یعنی این 3 تا به اصطلاح بعد وجودی ما، یکی از این ابعاد هست، رشد و تعالی و تکامل یکی از اون ابعاد هست و اون چی هست؟ اونم روح ما هست. یعنی ما هر کاری که انجام میدیم، هر عمل و عکس العملی که از ما سر میزنه، در هر راستا در واقع برای رسیدن به رشد و تعالی روح ما هست و رسیدن به اون اهداف و مقاصد عالیه اون هست. خب برای اینکه ما به اون عمل و عکس العمل‌های خودمون اشراف داشته باشیم و مدیریت کنیم اون رو و کنترل داشته باشیم نسبت به اونها، بایستی گفتیم ذهنمون رو به استخدام بگیریم، ذهنمون در کنترل باشه. یعنی علاوه بر اینکه ذهن مدیریت میکنه، این نکته رو هم عرض کردم، این ذهن مدیر ذهن کنترل شده است، نه ذهن رها شده. پس ذهنی که کنترل میشه، ذهن ساخته شده، میاد و رفتارهای ما، اعمال ما در اون حیطه‌های مختلف روحی، روانی و فیزیکی، عاطفی، اینها رو میاد چکار میکنه؟ اینها رو مدیریت میکنه. خب با توجه به اینها ما میخوایم ببینیم که این رفتارهای ما به طور کلی، عملکردهای ما، کنش‌ها و واکنش‌های ما به طور کلی در چه قلمروهایی صورت میگیره، یا به عبارت دیگه وجود ما، زندگی ما از چه قلمروها و اقالیمی تشکیل شده. اینجاست که اقالیم 8گانه وجودی ما خودنمایی میکنن و خودش رو میاد نشون میده. یعنی چی؟ یعنی که ما در 8 مورد، در 8 اقلیم و قلمرو بایستی رفتارهایی رو انجام بدیم که اون رفتارها در خدمت رشد و تعالی و اهداف و مقاصد روح ما قرار بگیره. در این 8 اقلیم وجودی ماست که ذهن میاد مدیریت میکنه که تعادل و تقارن حفظ بشه و ما از اون حد تعادل خارج نشیم. این اقالیم 8گانه کدوم هستن؟ یکی از اون اقالیم عشق و ایجاد رابطه عاشقانه
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. همین کافی است. عشق چیزی نیست که من تعریف کنم. عشق چیزی است که باید احساس بشه، با تمام وجود احساس بشه. عشق چیزی است که وقتی که به مجنون میان خورده میگیرن که لیلی که قیافه ای نداره، تیپ و ظاهری هم نداره، پس تو دلبسته چه چیز لیلی شدی که اون رو اینقدر میپرستی و دوستش داری؟ یک جمله میگه اگر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. عشق یعنی این. پس یکی از اقالیم وجودی ما عشق هست و دومین اقلیم وجود ما خانواده و دوستان ما هستند. همه ما در یک خانواده متولد شدیم، یک خانواده تشکیل میدیم، دوستانی داریم که با اینها ارتباط داریم. خب این رابطه ما با اعضای خانواده، با دوستان، با همکاران، این رابطه رو در واقع به عنوان یکی از اقالیم هشتگانه باید متعادل و متقارن پیش برد، به گونه ای که نه افراط و نه تفریط درش راه پیدا بکنه، به گونه ای باشه که ما بتونیم در زندگی متعادلی به سر ببریم. و سومین اقلیم سلامت هست. سلامتی در واقع یکی از اقالیم هست، یعنی ما جسممون رو باید مراقبت کنیم، مغزمون و فکرمون رو باید مراقبت کنیم، روح و روانمون رو مراقبت کنیم که در سلامتی به سر ببره. چون که اگر سلامت جسم و جان و روح و روان نداشته باشیم، پس قطعا زندگی ما هم دچار اعوجاج و اختلال خواهد شد و از حالت تقارن قطعا خارج خواهد شد. و یکی دیگه از اقالیم هشتگانه وجودی ما درآمد و ثروت ما هست. پول دارید، ثروت دارید، سرمایه دارید، درآمد دارید از محل کارتون، پسنداز دارید، همه اینها رو باید در تعادل نگه داشت. با همه اینها باید نگاه متعادل داشت، یعنی باید اون ذهن ما به گونه‌ای تربیت شده باشه که نسبت به سرمایه های ما، نسبت به پول ما و اون درآمدهای ما طوری مدیریت کنه که اینها رو در حالت تعادل قرار بده. فرض بفرمایید طوری نباشه که بسیار ولخرج باشیم که از اون طرف با مشکلات دیگری برخورد کنیم و کمبود ایجاد بشه. شغل و حرفه یکی دیگه از این اقالیم هست. شغل و حرفه ما چیزی هست که نوعی بخشی از زندگی ما رو به خودش اختصاص میده و این بخش از زندگی است که ما رو میتونه پیش ببره و ما رو میتونه واجد یک زندگی متعادل و متقارنی بکنه. پس انتخاب شغل، انتخاب حرفه و رشد در شغل و حرفه خودمون، حفظ و نگهداری اون، اینا همه وابسته است به همون اقلیم، در واقع اقلیمی که بخشی از زندگی ما رو به خودش اختصاص میده و ما رو وارد یک زندگی متقارن میکنه. یکی دیگه از این اقالیم محیط زندگی هست. محیط زندگی ما هم باید یک محیط سالم، نرمال و آرامش بخشی باشه که بتونیم به درستی در اون محیط زندگی خودمون رو مدیریت کنیم. اگر محیط زندگی ما یک محیط آسیب پذیری باشه یا آسیب زننده‌ای باشه، قطعا یک جایی از زندگی ما قطعا دچار اختلال خواهد شد
و از حالت تعادل و تقارن خارج خواهد شد. تفریح و بازی هم بخشی از زندگی ما انسان هاست. یعنی زندگی اگر بخواد در برخی از ابعاد چنان رشد کنه، برخی از همین اقالیمی که عرض کردم چنان رشد کنه که ما به رشد، به تفریح و بازیمون نرسیم، در واقع باز هم این زندگی از حالت تقارن خارج خواهد شد. از حالت تقارن نباید خارج بشه، باید ذهن ما مدیریت کنه این قضیه رو که هر چیز به جای خیش نیکوست. و آخرین در واقع اون اقلیم از اقالیم هشتگانه رشد و توسعه فردی است. رشد و توسعه فردی یعنی اینکه من به عنوان یک شخصیت بتونم یک شخصیت متقارن و شخصیت متوازنی رو برای خودم شکل بدم. این اقالیم هشتگانه بود که گفتم زندگی ما رو شکل میدن و توسط ذهن کنترل شده ما مدیریت.